در مورد خودت و دوست داشتن خودت صحبت میکنم. وقتی جلو آینه میستی عمیق‌تر به خودت نگاه کن. دنبال ایرادها نباش. به انسانی نگاه کن که از دل داغ‌ها، دردها، جنگ‌ها و دوران سخت زندگی عبور کرده و هنوزم با تمام قدرت ایستاده. خودتو دوست داشته باش. اگر میتونی تغییرات در ظاهرت ایجاد کنی، از روی عشق انجامش بده، نه از روی کمبود. بدنت خانه روح توه، با آن عاشقانه رفتار کن. دوستتون دارم. مراقب خوبی‌ها و زیبایی‌های خودتون باشید.